در تاجیکستان امروزها گفتگوزارها زیاد است که شاید پرزیدنت امالی رحمان به افتخار 30 سالگی پذیرفته شدن قانون اساسی یا کنستیتوسیا عفو اعلان کند و ممکن هزاران نفر آزاد شوند. حکم افراد زیادی را کوتاه کنند و پرونده های جنایی بعضی ها را بندند. با درخواست شما بینندگان عزیز، همکاران ما تلاش کردند تا کجا واقع بودن این سر و صدا و احتمالیت قبول این قانون را معلوم کنند. همکار ما مولرجب یوسفی در استودیو درباره من است حالا و موضوع را پیگیری داشت. مولرجب سلام. مقامات آیا هیچ اشاره به قبول قانون عفو میکنند و چی میگویند که سر و صداها حقیقت دارند یا اینکه دروغ است؟ سلام شهلا، درود بینندگان عزیز. سر و صداها درباره قبول قانون عفو را مقامات تاجیکستان تصدیق یا رد نمی‌کنند. در وزارت عدلیه به رادیوی آزادی گفتند در این باره چیزی نگفتند و فقط افزودند که این مسئله در صلاحیت سرریاست اجرای جزا است. در اینجا روز 16 اکتبر هیچ مسئول حاضر نشد که موضوع را به خبرنگاران رادیوی آزادی شرح دهد. یک افسر نوبتدار این نهاد گفت که همه مسئولان در جلسه مهمی بندند، اما این افسر افزود که همه روزه ده‌ها تن به آنها نیز مراجعت میکنند و در مورد کی قبول شدن این قانون سوال میدهند. سر و صداها درباره قبول قانون عفو در تاجیکستان از تابستان امسال در میان قشرهای گوناگون جامعه چرخ میزنند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه 9 آگوست امسال در نشست خبری قبول قانون عفو را تصدیق یا رد نکرده گفته بود که این صلاحیت استثنایی پرزیدنت است. در تاجیکستان سالهای اخیر خبری درستی قبول قانون عفو را تا لحظه امضا شدنش از سوی پرزیدنت رسانه‌ای نمی‌کنند. دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان هم روز 16 اکتبر گفت که تا این لحظه هیچ لایحه به این نهاد وارد و از سوی وکیلان بررسی نشده است. مولرجب، آیا از حلقه‌های زندانیان و یا مسئولان زندان‌ها خبرهای در این باره هست یا نه؟ بله شهلا، نزدیکان زندانیان با نقل قبل از پیوندان محبوسشان میگویند که خبری به نزدیکی قبول شدن این قانون در زندانها چند است چرخ میزند، ولی جزئیات این قانون که کدام بخشی محبوسان را فرا میگیرد معلوم نیست. یک وکیل دفاع که نخواست نامش برده شود روز 15 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که این قانون روزهای نزدیک قبول می شود. همچنین فرزند یکی از محبوس ها گفت که مسئولان زندانی که پدرش آنجا ادای جزا می کند اسناد او را بررسی کرده گفتند که جنایتی که شما کردید شامل قانون عفو نمی شود. به گفته این منبع انتظار می رود قانون قبل از 6 نوامبر که روز قبول قانون اساسی تاجیکستان است پذیرفته شود. در تاجیکستان بار اخیر ماه سپتامبر سال 2021 به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی قانون عفو قبول گردیده بود که طبق آن 11,500 نفر از جوابگری جنایتی و ادای جزا آزاد گردیدند. بنا به معلومات رسمی حکومت تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی کشور 17 بار قانون عفو قبول گردیده در مجموع 170,000 نفر را فرا گرفته است. تشکر همکارم مولرجب یوسفی درباره سر و صداها اوید احتمالیت قبول قانون عفو نسبت زندانیان در تاجیکستان صحبت کرد.